سلام خیلی خوش اومد به این ویدیو. اگر یادتون باشه ما دیروز رفتیم چوب کندیم، اومدیم پایین اینجا رو درست کردیم و هنوز میخوایم باز این سنگای اینجا رو بکنیم. بچه اگر دوست دارید بگید با چی درست کنم. یا اینم آهن. تو رو خدا میتونم بگم تو رو خدا یک لایک، یک دونه دست بزن به اون گوشه و اون لایک و دنبال ساب رو بزنید. حالا من چقدر آهن بوده من نیدم. بچه تو خود تو کامنت ها نزنید کورل تپانچه بروجرد. بچه یه جورایی باید بگم که من حدود 2-3 روز دیگه قراره یه ویدیو آپلود کنم و خب اون ویدیو اینه که شما چند تا بازی میگید، من میریزم و از 1 تا 10 بهش نمره میدم. حالا اینم در نظر داشتیم. این که آب شد از اینجا به بعد آب. اسمم چم تنها حالتی که ما میتونیم 2-3 بار یه جورایی چندین بار یک کاری بکنم که بتونیم حداقل یک کاری انجام بدیم. چون بچه من قراره اگر بشه، من قول نمیدم، اگر بشه قراره که چندین میلیون جایزه بدم در یک قرعه کشی و اگر میخوایم حساب کنندگان من میگم قراره یه SMP درست کنم. مرکز تو SMP بشه حدوداً میارمش در قرعه کشی هست و من تنها چیزی که میگم پس لایک بکنید. SMP هم شاید درست نکنم ولی شما که لایک میکنید من حدوداً اسمتون میره برای همون قرعه کشی 1 میلیونی که بازم میگم من شاید این کارو بکنم، درازش یاده. بچه من یک حرف میزنم بدونید تا تهش هستم. 2 بار
دوبار میگم گوش کنید، دوبار شما دوبار حرکت هایی که دوست دارید انجام بده. مثلا بگید ماب فارم درست کن، من وارد میشم برای تلاش ماب فارم و ماب فارم که شبم داده میشه. خوابید بس اگر یه ذره صدا میاد خواهشمندم منو ببخشید. یه ذره اسکام برای یه دونه چیز زیاد خوبه، یعنی زیادم که نه، برای یه ست خوبه. تمام اینا یه دونه لباس، یه دونه کفش. یه کفش دارم که رفت تو پاچه. من اینو میکنم حالا. لا بچه من که سنگ میزنم، شما استراحت کنید تا من بیام. بچه خب من اینجور دارم میزنم، آهنا هم جمع کردم، یه ذره چوب هم برداشتم که بتونم اینو درست کنم. از این بچه من داشتم که چیز میکردم، الان فول ست شده. یه دونه آهن ندارم، یه دونه. بچه بعدیمون هم میتونیم بسازیم. خب یه دونه آهن میخواستیم که نداریم، حالا بهتون میگم برچی میخواستم چیز درست کنم. من این دفاعی ها اسمش یادم رفته، خواستم از اون درست کنم که نشد. دل شانس با ما یار نبود. بچه لطفاً صاحب خیلی من نشده. بچه من چند جای کندم اصلا اونجا آب اومد، اون بر آب اومد، ولی خب اینجا به قار خوردیم. خواستم شما بیان با هم دیگه ببینیم چی شد، ولی خب یه دونه از این یارو بغلش بود، اونو کشتم فقط. من دارم که این گوشا رو فقط دورگیری میکنم و سوم بچه دیگه اسکام بریم بالا. بهت بچه یه چیزم بگم بدونید که هنوز اون قولم هست که درست کنم. بچه من یه چیزم فهمیدم، این الان 1 2 3 4 5 6 7 و نیمه. من اینو بپیشم میشه 7. به من اینو بدازم تو. بچه من میتونم با چند تا سنگ اونجا رو درست کنم. یکیش عیناه، یکیش با اسلپ که نمیشه، همینا دیگه با سنگ هم هست. بچه بذارید بگم چطور سنگی میگم.
یه دونه بذار این بپزه بهتون میگم. بپز سری 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 سری. بچه من از این سنگا رو میگم که شبیه همینه. خب من یه چیزی هم که میخوام بگم، لحظه واسید من دوباره پیککس درست کنم. دور اینجا رو میزنم. واسید بچه ها من این دور تا دور رو زدم. حالا این وسط مونده فقط. حالا این وسط رو درست میکنم. بچه ها راستی یه نظری هم ازتون میخوام که به هم بگید اینجا رو پله بزنم بده بالا، اینجا باشه غار خودمون یا نه. حالا من برم اینجا هم بزنم. بچه من عاشق فیزیک ماینکرافتم. تو خدا نکن رو هوا چطوری وای میسن خدایی. من بزنم. بچه دوباره بریم سنگ زنیم. بچه من این دور رو کاملا زدم و خب شبم شده. بذار برم بخوابم. صبح به احتمال خیلی زیاد میریم بالا. بچه حالا از پله به سختی یکیشم برم بالا. حالا تا بعدش من پله رو میکشم بالا. رسیدیم بهتون میگم. بچه یه چیزی فهمیدم. اسلایم فارم شد. غلط کردم آجی. من جون ندارم گو خوردم. گو اضافه خوردم. وای 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 وای. بخواب. من میرم آجی. من دده خوردم. چیکار کنی بچه ها؟ واو اسلایم فارم پیدا کردیم. به به بچه از این بعد اسلایم فارم بگو فارم محمد تو کامنت ها. همه مردم ریدم. خب من اینو که نمیتونم بزن. اینو میزن. سیدم خلط گردم. بچه ها من فعلا اینا رو میکشم. بابا نمیمیرم لعنتی. زیادن شدن تازه یا قلیل. بابا میگه بید برای شما نیست یا یزید. خب دیگه همه‌شون بچه‌ن. این خوبشه. سریع تموم شد. یا یزید چی خبره؟ حاجی اسلایم فارمه به خدا اینجا.
بچه من این قلقله نمیدونم چیکار کنم. بچه انشالله بعد این بعد الان بچه من پلان کم آوردم، دیدم شب شده گفتم بخوابم، اومدم من بخوابم که اینو دیدم. بخوابم سریع. خوابید بچه من این پله رو درست کردم. خب تا اون بالا مالا های دیگه من دیگه نمیرم بالا. حالا پله کم اومد، حالا اومدم پله درست کنم دوباره برم بالا که اون ژله ها رو دیدم و حالا دوباره اومدم. لیتس گو. بچه من اومدم پله رو درست کنم. من پله هم درست کنم از این بالا بهتون نشون میدم چه اتفاقی افتاده. اینقدر بس دیگه بلش. این پایین باز ژله اومد اینها خیلی بدن، همینطوری دارن میاد. فرم ژله است خدایی. بچه ها بعد از 100 سال بالاخره رسیدیم این بالا. اینم آخرین قطعه اینجا. من بذارم که الان اینو من بکنم و این که نمیشه. حالا این آخرین قطعه اینجا که من الان اینجا رو باید دور تا دورش بکشم بالا. من یه زن نفت بکنم اول. بچه بعد از چندین روز بالاخره رسیدیم بالا. هورا! زمین، نفت، برق، آب، گاز، مایات خریدارم. زمین جون بوس بدم. بچه ها انقدر از ترس ما با اونجا اومدم اینجا دارم میخوابم. اللهم بالاخره خوابیدی. من دیگه میرم بالا. بسه ها. بچه ها امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. تا پارت بعدی خدا نگهدار.